درود رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امروز دارم میرم موتور بخرم. یه روز برفی هم هست و اونجا براتون ویدیو میذارم، ولی الان نمیگم موتور چیه که یه سورپرایز باشه. میخوایم برفم نشونتون بدم. خیلی برف پفکیه. دیروز پیروز خیلی شدیدتر میومد، الان برفش اینجوری برف درشتاست که نمیشینه. موقعی که ریز میاد و شدت داره خطریه که برف بشینه. بعد اینکه موتور رو بخرم احتمالاً با وانت بیارمش بالا، چون میخواستم کلاکاتکتم و دستکشم رو بیارم که بشینم پشت موتور بیام تا خونه، ولی منصرف شدم چون یه ذره برف شدیده. احتمالاً هم لاستیک زیر این موتور ایران یاسه نمیخوام ریسک کنم و احتمالاً وانت میگیرم و با وانت بیام. خب بچه‌ها، ما الان رسیدیم به چمران. الان تو ترافیکیم، ولی با یه تغییر هوای خیلی عجیب غریب روبرو شدیم. اینجا کلا آفتابه، یعنی به یه نقطه‌ای رسیدیم ابر تموم شد، بعدش آفتاب بود و خشک زمین و یه ذره هم ترافیکه. فکر کنم یه 20 دقیقه نیم ساعتی تا اونجا راه داریم. اینم بگم تو ویدیو من یه ذره چشام پف کرده، چون یه ذره ذوق دارم، بالاخره دارم موتور میخرم، خوشحالم. یه ذره هم دیشب نتونستم درست بخوابم از سر ذوق. حالا بریم اونجا ببینیم چی میشه و قراره چی اتفاق بیفته. الان اومدم دم نمایندگی که میخواستم موتورمو داشت. میخوام نمایندگی نشونتون بدم. این نمایندگی شاهین موتور شعبه نازی‌آبادش. بعد الان دیگه میخوام برم تو یه صحبتی باشون بکنم، هماهنگی لازم رو بکنیم که اگه اوکی باشن تو هم فیلم بگیرم. این نمایندگیشونه. پشت ویترین هم حالا یه سکانس میتونید موتورها رو ببینین تا چه من برم تو. خب من ویدیو رو قطع میکنم، برم تو تا صحبت کنیم و کار رو انجام بدیم، بعدش براتون فیلم میگیرم. خب بچه ها، من اومدم تو، صحبت کردم، هماهنگی هم کردم. الان خدمت آقای نصیری هستیم و دوستمون آقا سامان. سلام سامان جان، خوبی؟ سامان قراره که موتورها رو حالا یه سری به من نشون بده. از این اول اگه سامان بهم بگی این لیفانا چیه؟ خب ببین، اینجا یکی از به قول قدرتمندهای لیفانو داریم. 250 6 دنده رادیاتور آبشو داریم که خدمتتون بگم تو قسمت استریتش یکی از موتورهای خیلی قدرتمندشه. این طرف 200 سی سی هاشو داریم. من فیلم هم بگیرم از این که آره. خب این طرف هم 200 سی سی شه که بیشتر تو شهری فرمون لوله‌ای روش کار شده. حالا اونایی که میخوان با خانواده برن بیرون، به قول سواری خیلی عالی داشته باشن، نرم باشه، این مدل پیشنهاد میشه. اونایی که بیشتر موتور اسپورت دوست دارن 250 براشون پیشنهاد میکنیم که حالا 4 سوپاپ هم هست، خیلی شتاب عالی داره. فرمون ستیک اسپورت هم براش کار شده. خب یه خدمت بگم که این طرف این اسکوتر اسکوتر آره جدیدترین محصول لیفانو داریم که سبک اسکوتریه، بیشتر تو سبک ادونچره. و خدمت بگم که 150 رادیاتور خنکه و خیلی موتور عالی و نرم و بیشتر حالا اونایی که دوست دارن با موتورهای راحت، یعنی اسکوتری اتومات برن مسافرت، خیلی پیشنهاد میشه. دو مدل هم داره. یه مدل حالا بیسیکشه که ساده شه، یه مدل هم سافاری داره که حالا گارد کشی کامل داخلش داریم و 3 تا باکس عقبش. آپشن‌های خیلی عالی هم روش فعاله. حالا آیدینگ استاپ داره، سایلنت استارت داره. حالا این آپشناییه که رو اکثر اسکوتری‌ها فعاله. بچه‌ها خیلی هم باحاله این موتور. من یه چیزی وسط صحبت سامان جان اضافه کنم. خیلی چراغای خوشگلی داره، واقعا مدرن، جدید، باحاله. بعد بچه‌ها کلا تو این ویدیو شما اگه تونستید یه حدسی بزنید که من دقیقاً چه موتوری رو می‌خوام اینجا بخرم. خب سامان جان ادامه بدیم. ببخشید من حرفتم قطع کردم. این مدل وسپاس تو سبک وسپا داریم. حالا اون که بیشتر موتور اسکوتری تو سبک وسپا میپسندن، دو مدل داره، هم کلاسیک داره هم اسپورت داره. جفتشون 170 سی سی، فرقی ندارن با هم دیگه. حالا کلاسیکش 2 تا رنگ بیشتر نداره که این رنگ حالا نوک مدادیشه، یه رنگ هم حالا سبز پاستیلی داره. و خدمتتون بگم که تفاوتش هم فقط تو سبک فرمونشون. این مدل طرح استیل کار شده، بیشتر حالت کلاسیک کار کردن. کیلومترش آنالوگه، این مدل دیجیتاله. یکیه جفتشون؟ آره ببین نگاه کن، کلا این قسمت نیم شاسی‌هاشون با هم یکیه، فقط تو قسمت فرمون فرق داره با رنگاشون. این مدل رنگای خیلی زیادی داره. حالا نارنجیش، سرمه‌ایش، اون مدل قرمزش، اون پشت
رنگبندی کامل داره و اینم سبز همین پاستیلی که حالا مدل کلاسیکش هم داشت. بچه‌ها موتور قبلی منم اگه یادتون باشه فیدل کلاسیک بود که همون طرح هوندا جوکر بود و اینم الان فرمونش دقیقاً شبیه به اونه. حالا من پشتشو نمیتونم ببینم ولی فکر کنم کیلومترش هم آره تو همون سبک این آره تو همون سبک با کلاسیک کار کرده. خوشگله باحاله. بعد میام حالا این طرف ببین تو سبک حالا طرحمون بخوایم بگیم طرح کلیک داریم که حالا خیلی شرکت‌های زیادی زدن ولی خب دلتا اومده تمام خطاها رو این طرح کلیک‌ها گرفته، اکثر آپشن‌ها روش فعاله. دو مدلش هم داریم، این مدل هواخنکشه، یه مدل رادیات آبش هم داریم که حالا اون قسمت رادیات آبش فول ترین نسخه‌ایه که حالا به قول معروف لیفان زده، همون آیدلینگ و سایلنت استارت هم روش فعاله، خیلی کم صدا برای اونایی که خیلی رو طرح کلیک حساسن. طرح آیروکسمون هستش برای شرکت دلتا باز. این مدل هم باز دو مدل داره، یه مدل هواخنکشه که قسمت فن داره، لو آپشن درست میشه یعنی آپشنش خیلی کمه. جفت اینایی هم خدمتتون گفتم همشون کیلسه. یه مدل هم رادیات آب زده که بازم این قسمت آیدلینگ و سایلنت استارت اینا هم روش فعاله، خیلی هم کم صدا، شتابش هم خیلی بالاتره. برای اونایی هم که دوست دارن حالا با موتور کار کنن، بیشتر موتور خانوادگی میخوان، حالا به ما تکنیشنش زیاده یا میخوان تو بازار کار کنن، طرح باکسر لیفان رو پیشنهاد میکنیم براشون که اینم با 180 سی سی 5 دنده شده، نسبت به خود باکسر خیلی قوی تر شده و یه سری حالا چیزای پیش‌فرضی که حالا رو بقیه طرح باکسرهای تو بازار نیست، گارد کشی رو داریم داخلش، جاپایی تک سوم براش کار کردن که اینا به صورت پیش‌فرض رو موتور هستش و خدمت بگم که بهترین گزارش اینه که حالا 180 سی سی واقعی هم هست، 180 سی سی 5 دنده شده، بیشتر سبک ساده و به قول معروف کاری کار کردن. آره دیگه این مدل هم که حالا موتورهای معروف حالا بازار داریم، طرح هوندای لیفان که اینم باز فول ترین نسخه است، حالا رینگی شده، کیلومترش دیجیتال، دوزگیر، استارت. 125 یا 150 ببین سه مدلش رو داریم، هم 125 داریم هم 150 داریم و 200 سی سیش هم داریم که حالا فرقی بینشون نیست، فقط اون قطر سیلندر بزرگتر شده. آره و خدمت بگم که کیلومتر دیجیتال داخلش داریم، دوزگیر، استارت. حالا اونایی که موتور ارزون قیمت میخوانه ولی خب عمری براشون کار کنه این مدل پیشنهاد میکنیم براشون. اگه برای مثلا کارتون و اینا موتور میخواد، اینجا به نظرم موتورهای خیلی خوبی دارن، هم لیفان 200 سی سی به نظرم خیلی خوبه، هم اون لیفان بی ام 180 که اونور دیدم خیلی به نظرم شاسی قرص و محکمی داره و موتور کار خوبیه. اینا همون طرح باکسر حساب میشه. آره دیگه همون طرح باکسر، کلا شاسی و اون لوازم ظاهریش کلا باکسر، در صورتی که شما حتی لوازم باکسر هم بندازی بهش میخوره. ولی خب موتوری یه سری تغییرات پیدا کرده، خب بهینه شده، بهتر شده، قوی‌تر شده نسبت به خود باکسر اصلی. بله. و اون کم استلاک بودنش رو حفظ کردن. حالا بعضی از شرکت‌ها اومدن ترمز جلوهاشو دیسکی کردن، شرکت ما همون جفت کاسه رو گذاشته که به قول معروف اون کم استلاک بودنش رو حفظ کنه داخل موتورا. و حالا اونایی که موتور کم استلاک تری میخوان و یه جورایی موتور کارکن باشه، حالا خانوادگی هم میخوان استفاده کنن، طرح ویو لیفانو داریم پیکی 135، یه موتور به شدت کم استلاک، کم مصرف، کلا 3 لیتر بنزین میخوره، 3.5 لیتر و خدمتتون بگم که بی کلاجمون هستش، 4 تا دنده میخوره و به شدت کم استلاک و کم مصرف هم هست تو سبک خودش. حالا خیلی‌ها این مدل رو میپسندن، حالا نمونه پشت ویترین هم داریم. حالا محصولات لیفان خیلی زیاده، متاسفانه ما اینجا فعلا موجود نداریم. تو سبک کافه ریس داره، AC4 مون هست که حالا این تریلامون هستش، همون انجین 225 روشه و بسیار موتور پرقدرتی هست. تو قسمت حالا تریلا دو مدل هم داره، یه مدل اون SX توش هستش که حالا سبک تریلی، یه مدل هم رالی براش کار کردن که بیشتر قیافه ادونچری داره. حالا اونایی خیلی به مسافرت علاقه دارن، میخوان با موتور سفر کنن، پیشنهاد میکنیم براشون. گارد کشی کامل روش هستش، حالا اون کنسولی که جوروش کار کردن خیلی موتور زیبا کرده و بسیار موتور قدرتمند. 6 دنده رادیات روغن هم هست. حالا اینم به قول معروف خیلی داخل این تریلا مهمه. اکثر تریلایی که ما تو این بازه قیمتی داریم داخل بازار اکثرشون هواخنکن یا اصلا رادیات ندارن. این مدل رو رادیات روغن کار کردیم که برای مسافت طولانی هم پیشنهاد میکنیم. بله. تو نمایشگاه من 250 این موتور رو دیده بودم. آره. خیلی هم خوب سر و صدا کرده بود. خیلی هم باحال بود. 250 شو بچه‌ها من تو نمایشگاه دیده بودم، رنگ روی انجینش فرق داشت و یه ذره انجین بزرگتر و یه ذره شغال‌تری داره دیگه. این 225 سی سی اون 250. خب بچه‌ها کل نمایشگاه شاهین موتور نازی آباد اینجوری و من به نمایندگی دیگه که زنگ زدم اون موتوری که می‌خواستم و نداشت
و الان اومدم اینجا. حالا توی این موتورهایی که اینجا من نشونتون دادم شما حدس بزنید که من کدوم موتور رو میخوام بگیرم تا من برم بیرون و کارهای قرارداد الان بکنیم و کارهای موتور رو انجام بدیم. خب رفقا، من کارهای سند موتورم انجام دادم. الان دیگه میریم سمت بیرون تا خود موتور رو نشونتون بدم و سورپرایز شیم. خب بچه من موتور رو خریدم و آوردنش بیرون. الان میخوام موتور رو بهتون نشون بدم. این موتور جدید منه. اسم این موتور دلتا DS2. من الان دیگه میخوام وانت بگیرم و با وانت ببرمش سمت خونه، چون سمت خونه برف. حالا اینجا هوا آفتابیه ولی برنامه هم اینجوریه. من کیلومترش رو اینا. خب پس ما فعلا بریم حساب وانت رو بگیریم و بریم. بچه ما رسیدیم خونه با وانت دیروز. بعد چون هوا برفی بود و خیلی ابر بود دیگه من ویدیو نگرفتم. گفتم بذارم فردا هوا آفتابی میشه بیام براتون ویدیو بگیرم که موتورم مشخص باشه. الان دیگه اومدم تو پارکینگ. این برچسباشو اینا رو نکندم که با هم دیگه بکنیم و لذتشو ببریم. دیگه الان میخوام شروع کنم برچسبا رو شروع کنیم بکندن. اول اصلا میخوام از چراغ عقب شروع کنم. این ماشاءالله خوبم چسب داره. خب این از این برچسب روش هم ببینیم میتونیم بکنیم، تمیز بکنیم جاش نمونه. خیلی خوب کنده نمیشه، اونو بعدا میکنیم. راهنماهاشو بکنم. خب برچسبای عقبو که کندیم دیگه. این بغلا برچسبی روی این که نداره، اینجا نداریم. خب اینم داره مثل اینکه. یه حس خوبی داره این نو بودنه که الان داره اینجوری میکنی، واقعا حس دلپذیری داره. اینا هم بذاری چک بکنیم. اینا هم داره مثل اینکه. خب بچه من احتمالا کاور میکنم این قسمت های سفیدشو. موتور رو میخوام براش کاور بکشم و استیکر کشی کنم. اونا رو قسمت های بعدی میذارم. زینش هم بکنیم. خب اینم از اینو. حالا بریم اون برش هم اصلا برچسب هم اینجا داره. بچه کلا موقعی که موتور میخرید خیلی نذارید این برچسب روش بمونه، چون آفتاب که میخوره اون چسب زیرش و اینا رنگ موتور رو خراب میکنه. این یکی ذره بدقلقه. زیریش هم باش کنده شد. بچه این زیریش خیلی درست نچسبیده. این قسمت رو نمیتونم فعلا تا بعد ببینم اون رو چیکار میکنم. این یکی رو بکنیم. این درست کنه. خب اینجاش هم که نداره. این کیلومترش رو بچه من کندم. تو کیلومترش هم یه دونه داشت. اون قسمت رو کندیم قبلا. اینجاش هم یه سری چسب و اینا داره. اینا رو دیگه کم کم اگه کندشه ذره بدقلقه از اون ور باید بکنیم. این جلوشو خب بیا پایین. سفته این. خب اینم از اینجا کندیم. راهنماش هم که کندیم. روارم بکنیم و
بیا بیرون. خب این ورم یه راهنما داریم و اینم باید بکنیم. خب این توب کجاست؟ آها پشت گلگیره. این باید از زیر در اومد. این قسمت هم کامل در آوردیم دیگه. برچسبی نداره جز اون یه قسمتی که برچسب زیرش هم داشت پشت در میومد. الان میخوام موتور رو یه استارت بزنم. بچه اولین چیزایی که راجع به موتور فهمیدم اینه که کیلومتر این موتور، کیلومتر رو روشن که میکنی رنگاش همطوری عوض میشه. بعد اینجا این دکمه مود داره که حالا من بتونم سایه‌ای درست کنم نظر معلوم باشه. رنگاش عوض میشه، شما بزنید سبز داره، آبی روشن داره، بنفش داره، ولی من رو همون بنفشش میذارم بمونه. خب موتور رو روشن کنیم. خب بچه کلا کارهایی که الان برای موتور میخوام انجام بدم، در وهله اول فکر میکنم لاستیک رو عوض کنم، چون اصلا به این لاستیک ایران یاسا اطمینان ندارم. تعریف جالبی هم هیچ وقت ازش نشیدیم تو بازار. بعد این قسمت های سفید رو کاور بکشم، این قسمت های مات هم کاور پروتکشن بکشم که رنگ موتور خراب نشه و روش یه استیکر کاری کنم. فعلا اینا برنامه‌ایه که توی قسمت بعدی این موتور براتون میذارم. قسمت های موتور رو دنبال کنین، چون من میخوام سری تغییرات ظاهری رو موتور انجام بدم که موتور برام بهینه تر باشه. و آبمندی و ایناش هم مونده، چون الان فعلا موتور 2 کیلومتر راه رفته و باید به 1000 تا برسیم و یا چارکشی بکنیم و یه سری کاراشو خود روش انجام بدم. بدرود تا ویدیو بعدی.